سلام دوستای عزیزم، ناز خاتون هستم، قصه گوی شب. امشب یکی از حکایت‌های طنز ملا نصرالدین رو براتون تعریف میکنم با عنوان ملا نصرالدین و خرگوش دست آموز. لطفاً تا انتها با من همراه باشید. ملا نصرالدین در حالی که سخت توی فکر بود تو بازار راه میرفت. چند وقتی میشد که تنگ دستی به سراغش اومده بود و آه در بساط نداشت. هر چقدر سعی کرد و خودشو به این در و اون در زد، نتونست از هیچ جا پولی به دست بیاره. از همه چیز و همه کس قطع امید کرده بود. توی این فکرها داشت تو بازار میگشت که یهو چشمش افتاد به یه شکارچی که 2 خرگوش برای فروش آورده بود. همون لحظه چشمای ملا برقی زد و فکری به ذهنش رسید. جلو رفت و آخرین سکه‌ای رو که تو جیبش بود داد و 2 خرگوش رو خرید و برد خونه. زنش چشمش که به خرگوش افتاد با تعجب پرسید: اینا دیگه چیه مرد؟ ملا لبخند پیروزمندانه‌ای زد و گفت: اینا تله های پولن. به کمک این 2 حیوان گوش حاکمو میبرم و پول خوبی به جیب میزنم. زن تعجبش بیشتر شد و پرسید: آخه چطوری؟ ملا گفت: یکی از این خرگوشا رو میبندم اینجا. تو بلند شو و یه پله حسابی بپز. از باغچه خونه هم 1-2 خربزه بچین و قاچ کن و بذار توی ظرف قشنگ. زن ملا گفت: همین؟ خب بعدش چی؟ ملا گفت: الان بقیه‌ش هم برات میگم. بعد آروم و با حوصله بقیه مطلب رو برای زنش تعریف کرد. حرفاش که تموم شد زنش سری تکون داد و گفت: باشه. بعدم بلند شد و رفت دنبال کارایی که ملا گفته بود. ملا یکی از خرگوشا رو بست یه گوشه خونه. خرگوش دیگر رو هم برداشت و یک راست رفت پیش حاکم. بعد از سلام و احوال پرسی گفت: جناب حاکم، من یه خرگوش خیلی با ارزش دارم. چند سال زحمت کشیدم تا تونستم بهش زبون آدمی زاد یاد بدم. راستشو بخوای الان وضع مالیم خیلی بده. برای همین مجبورم خرگوش عزیزم رو بفروشم. اما دلم نمیاد اونو بدم دست آدمی که لیاقتشو نداره. هرچی فکر کردم دیدم تو این شهر غیر از شما کسی لیاقت داشتن این خرگوشو نداره. برای همین اونو آوردم خدمت شما. اگه میخوای برش دار و پولشو بده. حاکم چشماشو تنگ کرد و از ملا پرسید: یعنی چی که زبون آدمیزاد بهش یاد دادی؟ ملا جواب داد: زبون آدمیزاد دیگه. من طوری تربیتش کردم که زبون ما رو میفهمه. هرچی بهش بگی گوش میکنه. هر کاری هم ازش بخوای انجام میده. مثلا من میتونم بهش بگم بره پیش زنم و پیغاممو بهش برسونه. حاکم که حرفای ملا رو باور نمیکرد با تعجب گفت: مگه میشه؟ چنین چیزی امکان نداره. ملا گفت: چرا؟ امکان داره. اگه بخواید میتونیم همین الان در حضور شما امتحانش کنیم. حاکم راضی شد. ملا دهنشو گذاشت رو گوش خرگوش و گفت: همین الان میری خونه ما. بزنم میگی یه پله اعلا بپزه. 1-2 خربزه هم بچینه و قاچ کنه. تا 1 ساعت دیگه همراه جناب حاکم میام خونه. ملا حرفش که تموم شد خرگوشو ول کرد. خرگوشم پا گذاشت به فرار. 1 ساعتی با هم حرف زدن. بعد ملا به حاکم گفت: حالا پاشو بریم خونه ما. حاکم بلند شد و همراه ملا راه افتاد به طرف خونه‌شون. به خونه که رسیدن دیدن دیگ پلو روی اجاق، خربزه ها هم قاچ کرده و مرتب توی ظرف قشنگ چیده شدن. خرگوش هم یه گوشه خونه بسته شده. ملا در حضور حاکم به خرگوش اشاره کرد و به زنش گفت: خرگوش اومد و پیغاممو برات آورد؟ زن ملا زود مطلب و فهمید و گفت: بله اومد. منم کارایی را که گفته بودی انجام دادم. حاکم تا این حرف شنید لباس ملا را چسبید و گفت: خرگوشو چند میفروشی؟ بعد از یکم بالا و پایین کردن ملا خرگوشو به یه قیمت خیلی زیاد به حاکم فروخت. حاکم که از خوشحالی رو زمین بند نمیشد خواست همون لحظه خرگوشو به کار بگیره. تنابشو باز کرد و تو گوشش گفت: همین الان میری خونه ما. بزنم میگی یه خوراک خیلی خوشمزه درست کنه. من غروب همراه ملا میام خونه. ملا که انتظار نداشت دستش به این زودی رو بشه گفت: حالا عجله‌ای نیست. بعداً خدمت میرسم.
اما حاکم گفت نه، همین امشب باید همراه من بیای خونمون. ملا هر چقدر اصرار کرد که ای بابا حالا بذار برای فردا، حاکم راضی نشد و گفت نه، من همین امشب باید یه شام خیلی عالی بهت بدم. اینو گفت و خرگوش رو ول کرد. خرگوش هم تو چشم هم زدنی فرار کرد و رفت. حاکم راضی و خوشحال گفت پلو رو بیارید بخوریم. شام رو هم خونه ما میخوریم. پلو رو آوردن و خوردن. بعدش هم مشغول حرف زدن شدن. ضمن حرف زدن ملا داشت فکر میکرد غروب باید چه کار کنه. تا اینکه غروب شد و حاکم بهش گفت بلند شو بریم. ملا هر چقدر سعی کرد یقه خودشو خلاص کنه و برای چند روزم که شده اگه جای قایم بشه، حاکم کوتاه نیومد. ملا را به زور بلند کرد و همراه خودش برد. به خونه که رسیدن حاکم دید زنش همراه کلفت و نوکرا داره تو باغ میگرده. حاکم ازش پرسید خانم، خرگوش اومد و پیغام منو بهت رسوند؟ زنش با تعجب گفت خرگوش؟ کدوم خرگوش؟ حاکم اخماشو کرد تو هم و گفت یعنی خرگوش نیومد و بهت نگفت که من عصر مهمون دارم؟ زن خودشو عقب کشید و گفت پناه بر خدا، نکنه به سرت زده مرد، خرگوش دیگه چیه؟ تو حالت خوبه؟ حاکم جریانو به زنش گفت. زن حاکم که از خودش ساده لوح‌تر بود گفت ای داد بیداد، چه خرگوش خوبی بود. اگه من این خرگوشو داشتم همه زنای شهر به هم حسادت میکردن. خرگوشو چه کار کردی مرد؟ حاکم با حسرت گفت فرستادمش خونه تا پیغاممو برات بیاره. زن و مرد که مشغول جر و بحث کردن بودن، ملا داشت فکر میکرد چطوری خودشو از این ماجرا نجات بده. در این لحظه زن حاکم به حاکم گفت مرد، نکنه خرگوش عزیزمون خونه ما رو نشناخته باشه و اشتباهی رفته باشه جای دیگه. ملا به محض اینکه این حرف شنید چشماش از خوشحالی برق زد. راه نجات از آسمون افتاده بود تو دامنش. سریع از حاکم پرسید اصلا بگو بدونم، تو وقتی خرگوشو فرستادی آدرس خونه‌ام بهش دادی؟ حاکم با شنیدن این حرف آهی کشید و گفت ای داد بیداد، نه یادم رفت. زن حاکم با ناراحتی به شوهرش گفت تو از اولم احمق بودی، خرگوش نازنینم و ول کردی رفت. تو همین اوضاع و احوال ملا یه گوشه وایساده بود و تو دلش به سادگی حاکم و زنش میخندید و به هوش و ذکاوت خودش آفرین میگفت. خب دوستای عزیزم، امیدوارم از شنیدن این حکایت لذت برده باشید. تا شبی دیگر و حکایتی دیگر، خدا نگهدار.